نیروی خلاقه عملاً همون نیروی معنویه که درون تو فعالیت میکنه. اگه چشماتو ببندی و تصویر یه پرنده رو تو صحنه درونی ذهنت ببینی، خویش حقیقیت واقعاً در حال نگاه کردن به اون تصویره و میتونی پرنده رو به هر کاری مجبور کنی. بنابراین اگه مشکلی برای حل کردن داری، میتونی به همین نحو اونو مرتفع سازی کنی. محصول نهایی جستجوی راه حل مشکلتو روی پرده ذهنت تصور کن و از دیدگاه روحت یا همون خویش درونیت به اون نگاه کن و آرزوتو برآورده قلمداد کن.